به نام خداوند جان و خرد. 3 رویکرد مهم در 6 سطح برای جوامع و برای افراد میتونه بسیار راهگشا باشه. اجازه بدین که ما این 18 سطح رو یا این 18 حالت رو دونه دونه به صورت تیتروار برای شما روشن بکنیم. 1. اگر فردی در گذشته محبوس شود، در معرض اساطیر خودش کوتوله جاه طلب باقی خواهد موند. یعنی چی؟ یعنی اگر فردی که در تاریخ خودش محبوسه، تمام کارهایی رو که کرده و افتخاراتی رو که در گذشته داشته در اونا محبوس شده، زمان حال رو نمیشناسه و آینده رو هم نمیشناسه، این فرد یک فرد توسعه نیافته، یک فرد فریز شده خواهد بود. گام دوم، اگر خانواده‌ای در گذشته محبوس شود، در معرض اساطیر خود کوتوله جاه طلب باقی خواهد ماند. بعضی از خانواده هم در گذشته خودشون محصور میشن. مثلا در گذشته یک خانی بودن، یک پادشاهی بودن، یک رئیسی بودن، در همون گذشته خودشون محبوس میشن. اینها هم از رشد باز میمونن. اگر یک تیمی در گذشته خودشون محبوس بشن، در معرض اساطیر خودشون کوتوله جاه طلب باقی خواهند موند. مثل خیلی از تیم‌های فوتبال که در گذشته خیلی افتخارات داشتن ولی نتوانستن که شرایط روزشون رو درک بکنن و برای آینده افتخارات بیافرینن، بنابراین در همون مرحله فریز شدن و موندن. اگر شهری در گذشته خودش محبوس بشه، در معرض اساطیر خود و کوتوله جاه طلب باقی خواهد موند. شما دیدید خیلی از شهرهای تاریخی که پیشینه بسیار پر افتخاری داشتن ولی امروز ویرانه بیش نیستن، مگر هر از چنگای باستانشناسی به اونجا سر بزنه، والا چیزی دیگه براشون باقی نمونده. اگر ملتی در گذشته خودش محبوس بشه، در معرض اساطیر خودش کوتوله جاه طلب باقی خواهد موند. و اگر جهانی در گذشته خودش محبوس بشه، در معرض اساطیر خودش کوتوله جاه طلب باقی خواهد موند. اینها در واقع 6 سطح از گذشته گرایی است که ممکنه که یک فرد، یک خانواده، یک تیم، یک شهر، یک کشور و یک جهانی به این عارضه دچار بشه. ممکنه بگید که مثلا در عرصه جهانی آیا همچین اتفاقی افتاده؟ بله، قرون وسطی یکی از دوره‌هایی است که بشر برای مدتی فریز شد در عرصه بین‌المللی و نتوانست رشد بکنه تا خودش رو به رنسانس رسوند. حالت دوم، اگر فردی در آینده غرق شود، فرصت طلایی اکنون و تربیت نسل اکنون را از دست خواهد داد و در فردای خود فردی توسعه یافته خواهد بود، اما با نسلی تهی. مثلا یه فردی خیلی عاشق آینده است، در رؤیای آینده داره زندگی میکنه و از امروز خودش غافله. میبینه کودک او در کنارش داره بازی میکنه و میتونه با او الان کار بکنه و از او غافله و این غفلت باعث میشه که در آینده با یک نسل مدعی تهی انگل مشکل آفرینی مواجه بشه. حالت دوم، اگر خانواده‌ای در آینده غرق شود، فرصت طلایی اکنون و تربیت نسل اکنون را از دست خواهد داد و در فردای خود خانواده‌ای توسعه یافته خواهد بود، اما با نسلی تهی. خانواده ها هم بایستی در سودای آینده شناور نشن. خیلی از خانواده ها هستن که به ما مراجعه میکنن تمام زندگی خودشون رو فروختن و در یک لاتاری شرکت کردن و باختن و امروزه هیچ چیزی برای زندگی کردن ندارن. چرا؟ چون اینها آینده زده شدن
و بعد اون نسلی که بایست این آینده رو به ارث ببره هم اون نسل دیگه نسل قوی نخواهد بود. اگر تیمی در آینده غرق بشه، فرصت طلایی اکنون و تربیت نسل کنونی را از دست خواهد داد و در فردای خود تیمی توسعه یافته خواهد بود، اما با نسلی تهی، مثل خیلی از تیم‌های فوتبال که نتوانستن افتخارات گذشته خودشون رو تکرار بکنن، نسل بعدی دیگه نداشتن. و اگر شهری در آینده خودش غرق بشه، فرصت طلایی اکنون و تربیت نسل اکنون را از دست خواهد داد و در فردای خود شهری توسعه یافته خواهد بود با نسلی تهی. من در خیلی از شهرهای لوکس جهان حضور پیدا کردم و در اونجا بودم و دیدم که این فضاهای لوکس رو که پدران اینها ایجاد کردن، فرزندان بسیار تهی مغزی در آینده به هدر خواهند داد. و اگر جهانی در آینده غرق شود، فرصت طلایی اکنون و تربیت نسل اکنون را از دست خواهد داد و در فردای خود جهانی توسعه یافته خواهد بود با نسلی تهی. این هم در واقع مرحله دوم این کار. پس یک گذشته زدگی داریم در 6 سطح، یک آینده زدگی داریم در 6 سطح و یه حالت اعتدال. چه نیکوست اگر فردی که زمان حال را با واقعیات عصر خودش بشناسد، هم به تاریخ خودش احترام بگذارد، هم به نسل آینده توجه کند و هم نگاهی به توسعه خودش داشته باشد. این بهترین حالت، یعنی یک انسانی که به یه مثلث توجه میکنه: واقعیت شناسه، نسل معاصر خودش رو میشناسه، به توسعه هم توجه داره. خانواده‌ای که این مثلث رو رعایت میکنه، یعنی خانواده‌ای که تاریخ خودش رو میشناسه، پیشینه خودش رو میفهمه، پدران و اجداد خودش رو میشناسه، روحیات اونها رو و ژن‌های اونها رو میشناسه، کودکان نسل آینده خودش رو خوب تربیت میکنه و دائما در حال توسعه هست. توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی، اینها رو هم داره لحاظ میکنه. این یک خانواده مطلوب خواهد بود. و چقدر زیباست تیمی که زمان حال خود رو و واقعیات عصر خودش رو میشناسه و تاریخ خودش رو احترام میکنه، به نسل آینده خودش هم توجه داره و نگاهی هم به توسعه تیمی خودش داره. اینها تیم هایی هستند که اگر مثلا در فوتبال بخوایم مثال بزنیم، اینها تیم هایی هستند که هم گذشته رو دارن، هم در آینده و هم در زمان حال موفقن. چه نیکوست شهری که زمان حال خودش رو و واقعیات عصر خودش رو بشناسه، به تاریخ خودش احترام بذاره، نسل آینده رو حفظ بکنه و نگاهی هم به توسعه داشته باشه. بعضی از شهرها هستن در دنیا که در کنار توسعه های گسترده‌ای که داشتن از حیث تکنولوژی و معماری، اصالت های خودشون رو هم پا به پای اون حفظ کردن و نسل آتی خودشون هم با این اصالت ها آشنا کردن. اینها یک شهر توسعه یافتن به تمام معنا. و در بعد ملی چه نیکوست ملتی که زمان حال را با واقعیات عصر خویش میشناسد، هم تاریخش را احترام میکند، هم نسل آینده را حفظ میکند، هم نگاهی به توسعه دارد. یعنی در کلان یک ملت هم این مثلث میتونه خیلی گره‌گشا باشه: شناخت تاریخ، تربیت نسل آینده و نگاهی به توسعه. و در بعد جهانی که 18مین حالت این مسئله هست، بسیار زیبا خواهد بود اگر جهان زمان حال و واقعیات عصر خودش رو بشناسه، به تاریخ جهان احترام بذاره، تاریخ تمدن رو محترم بدانه، نسل آینده بشری رو با آموزش، با تعلیم، با تربیت، با مسائل رسانه‌ای درست
درست تربیت بکنه و توجهی به توسعه همه جانبه هم داشته باشه، نه توسعه در یکی دو نقطه جهان، توسعه همه جانبه. یک همچنین جهانی مسلم همون جهانی خواهد بود که افلاطون از اون به عنوان مدینه فاضله یاد میکنه و مسلم بشر با آگاهی هایی که پیدا میکنه به این خواهد رسید. یعنی این تخطی ناپذیره، بشر روزی به این خواهد رسید. فقط مسئله اینه که سرعت پیدا بکنه این جریان و ما بتونیم به عنوان کسانی که در حال حاضر در این مقطع زندگی هستیم این موفقیت های جهانی رو نظاره‌گر باشیم. کما اینکه امروزه فعالیت های صلح طلبی، فعالیت های زیست محیطی، فعالیت های ضد جنگ و فعالیت های فرهنگی که در دنیا داره صورت میگیره، نوید این حرکت رو داره برای جهانیان ایجاد میکنه. بنابراین این 18 حالتی رو که مثال زدیم، تاریخ گرایی، آینده گرایی و واقع گرایی، این میتونه که یک درس بسیار خوبی برای کنترل، رشد و تکامل و توسعه ما و جوامع محسوب بشه. Dinesh Media Update Idea.